چقدر دوست داری؟ ماشین دای ملی چیه؟ سمت. ماشین دای مشتبه چیه؟ چیه؟ ماشین قبلیش چی بود؟ ماشین دای مشتبه هم مشتبه سورنه. سورن این یکیه، قبلیش چی بود؟ ماشین گندهش چی بود؟ ماشین با کلاسش شاین. شاین. ماشین دای حسین چیه؟ پرسسیک. از ما چیه؟ پرسسیک. از مبینا اسراشون. پرسسیک. از دای رضا چیه؟ پیجو. از دای عمو فرهاد چیه؟ پیجو پارس. آفرین پسر گلم. خودت دوست داری چی ماشین درنده بخری؟ ماشینم چارت پنجه سفید مسابقه چارت پنج سفید مسابقه چارت پنج 405 که ماشین قدیمیه پسر. برای چی میخوای 405 داشته باشی؟ خب میخوایم داشته باشه خیلی گونده باشه یه چارت دو بعد پرواز کنه دو تا چارت پنج بالا کشه دو تا پرواز کنه بعد چارت پنج 405 که گنده نیست. نه باید من گندش میکنم اونا چجوری گندش میکنی؟ اینطوری یوی میبرم بالا نه اون طرف پنج تو هوا پیمان میبرم و درست کنم چارت پنج خودت درست میکنی 405 چارت پنج درست کنم ببری بالا و مسابقه بده چارت پنج بالایی 405 مسابقه میخوای؟ میخوای مسابقه بدی؟ چارت پنج کنم اینقدر تکون نخور یه جا واسه این ور اون ور میری که چی؟ مریض شدی؟ هواپیما میخوای بخری یا ماشین میخوای داشته باشی کدوم؟ هواپیمای ماشین چارت پنج 405 نه لامبورگی مسابقه با چارت پنج نه دو تا چارت چی گفتی لامبورگینی؟ آره دو تا لامبورگینی ما نمیدونیم چیه. لامبورگینی چیه؟ نه دو تا چارت پنج دو تا لامبورگی دو تا چارت پنج دو تا لامبورگی لامبورگی از کجاه؟ مال کجاست دو تا لامبورگی؟ نه من دو تا از این ماشینا میذارم دو تا ماشین لامبورگی تو بگو لامبورگی از کجا دیدی؟ نه من دو تا از این ماشین کارونا میذارم ما لامبورگینی ندیدیم. تو از کجا دیدی؟ کارون اینطوری یواش میره با فردا اتوبوس بخر اتوبوسه؟ اتوبوس گنده خیلی فهم ماشین گندی دونی اتوبوس ماشینا لبد 400 رد که به اتوبوس ماشینا لبد له میکنه خودت چی دوست داری؟ ماشین شوتی سواری دوست داری؟ چی دوست داری؟ اتوبوس دوست داری؟ لامبورگینی چی؟ اتوبوس شوتی سواری میخوای بکنی؟ آره آب شنا میکنم روش میشینم بعد شنا اینطوری میکنم چجوری شنا تو بالاخره بخوای هواپیما شنا چجوری تو ماشین چجوری شنا کشتی میخوای دریایی زمینی هوایی ما نمیدونیم دقیقا کدوم وسیله رو میخوای بخری هوایی دریایی زمینی همه ماشینا رو میخرم همه نوار میخرم خودم انشالله به سلامتی من کارگونا همه کارگونا میخرم همه توبوسا رو میخرم ماشالله همه هواپیما رو میخرم خیلی هم خوب شغل پسر چیه در آینده که این همه چارت رو پنج بخری؟ یورایی از کجا پول بیاری همه رو میخری؟ یه گاره پول میارم از کجا؟ پول تو بیناستان پول تو بیمارستانه اگه چه که من دیدم مامان ابرم گرفت پول تو بیمارستانه ها من فردا برم پول از تو بیمارستان بگم بده بهم میده آره به دوتا به من پول میده و یه گاره من ماشین میخرم ماشین میخوایی؟ بله خب باش من مثلا تو خونه خودم فروشگاه مثلا شما تکون نخور اینجا یه جا واسه برای چی ور اونور میری؟ تو خونه خودت چی میزنی؟ نه تو خونه من یه گاره نه مثلا من فروشگاه شما ماشین میخوایی مثلا شما پول نداریم بعد شما پول داری تو میخوای نمایشگاه ماشین بذاری مثلا ما پول نداریم اومدیم از تو بخریم ماشین آره تو به ما ماشین میدی یعنی
به مامان بابات ماشین اگه بخوای بدی به من بابا چی باشی جایزه بدی کادو بدی؟ به شما یک گاله ماشین بدم. یک گاله سکه نداره. اینا مثلا سکه مثلا ماشین ها بی کجا میدم ماشین ها خچی میکنم. با اینقدر تکون نخور یه جا واسه بعد سکه کن. ماشین ها رو این برون بر میداری آره؟ آره یه ماشین میخوام من میبرم تو چی؟ تو ماشین ها رو میبرم اون بالا باردیم. خب به مامان بابات از این نمایشگاه ماشین چی؟ نه ماشین ها رو میبرم از اینجا پایین بر ماشین ها خب مامان تو کالا پولدار هستی به ما مثلا چی ماشین کادو بدی؟ به مامانت چی کادو ماشین؟ ماما تو ماشین و زنبی شوهر میخوام. من خیلی گاز میگیرم با ماشین. تو گاز میگیری با ماشین؟ آره یه باش. ماشین